الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در ادامه روایات کتاب ریاض الصالحین به باب صبر و شکیبایی که باب سوم هست رسیدیم. امام نووی رحمت الله علیه همان گونه که عادت ایشان هست در این کتاب، در هر بابی و در هر موضوعی که میخواهد روایاتی را ذکر بکند، قبل از گفتار گوهربار رسول الله صلی الله علیه و سلم تعدادی از آیات قرآن کریم را که همسوی با این موضوع هست و در این رابطه وجود دارد، برخی از این روایات را ذکر می کند. در مورد صبر و شکیبایی آیات متعددی را ذکر کردن در اینجا. اولین آیه 200 سوره آل عمران هست که الله متعال می فرماید یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا. الله متعال در این آیه مؤمنان را خطاب قرار داده. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، ای کسانی که باور دارید به رسول الله صلی الله علیه و سلم، باور کردید الله را، پیامبر را، تصدیق کردید رسول الله صلی الله علیه و سلم را. اصبروا و صابروا، صبر بکنید و پایداری بکنید، شکیبا باشید، پایداری کنید، پایمردی کنید. این یک دستوری هست از جانب الله متعال. و در ادامه آیه دیگری رو ذکر کردند از سوره بقره، آیه 155 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. الله متعال می فرماید که ما شما را می آزماییم. الله متعال امتحان می کند، آزمایش می کند با انواعی از ترس و بیم و گرسنگی و از بین رفتن اموال و جانها، کاسته شدن از مال و ثروت و از دنیا رفتن انسانها. تمام اینها زمینه هایی هست که الله متعال من و شما را می آزماید تا اینکه ببیند که چه کسانی صبر می کنند، چه کسانی بر دستور الله متعال، بر تقدیر الله متعال، بر آن چیزی که الله متعال برای ما رقم زده، چه کسانی صبر می کنند و چه کسانی صبر نمی کنند. و بشر الصابرین، آنانی که صابرند، شکیبا هستند، هنگام مشکلات صبر می کنند، آنها را بشارت بده، مژده بده که ثواب بسیار بزرگی و جایگاه بسیار عظیمی را در روز قیامت خواهند داشت. الله متعال می فرماید انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. پاداش صبر به صابران بی حساب و کتاب داده می شود. یعنی کاملترین ثواب را و کاملترین پاداش را الله متعال به صابران می دهد. الان این صبر چی هست؟ این صبری که قرآن ما را به آن دعوت داده، رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایات متعددی از صبر و شکیبایی سخن گفتند. صبر یعنی چی؟ صبر در زبان عربی به معنی حبس هست، یعنی ماندن یک جایی، استقامت کردن بر یک مطلبی. و وقتی که ما از
صبر سخن میگوییم در شریعت اسلامی و در مفاهیم دینی، نام صبر و شکیبایی رو میبریم، منظور ما 3 مورد هست. یعنی 3 زمینه هست که جز زمینه های صبر هستند، جز انواع صبر هستند که انسان مسلمان در این 3 زمینه و در 3 مورد باید صبر بکند. اولیش صبر بر طاعت هست، شکیبا بودن، استقامت کردن، پایمردی کردن بر روی اطاعت الله متعال. این که انسان همیشه نماز بخواند، همیشه روزه بگیرد، همیشه زکاتش را پرداخت بکند، همیشه دستورات الله متعال را در تمام عمرش مراعات بکند، این صبر میخواد. خیلی دیدید شما افرادی را که بسا 1 روزی نماز میخونند، 2 روز نماز میخونند، خسته میشند. چند روزی روزه میگیرند، خسته میشوند. عبادت نفلی را انجام میدند، خسته میشوند. نیاز به صبر دارد، نیاز به همت دارد، عزیمت میخواهد، استقامت میخواهد که انسان صبر بکند. پس بنابراین اولین مورد صبر و زمینه‌ای که ما مسلمانان باید صبر بکنیم، صبر بر دینداری هست، صبر بر اطاعت از الله و رسول هست. این گونه نباشد که 1 روز مؤمن باشیم، پایبند و مواظب احکام شرعی باشیم، عامل باشیم بر شریعت الهی، اما فردایش و پس فرداش خسته بشویم. یکی از زمینه‌های صبر این هست. یکی دیگر از موارد صبر و پایمردی، صبر از معصیت الله متعال هست. گناه نکردن، این که انسان خودش را نگه دارد، حبس بکند، مهار خودش را نگه دارد که مرتکب حرام نشود، به آن چیزهایی که الله متعال به ما دستور داده که مبادا به اینها نزدیک نشوی، مبادا که این گناهان را انجام دهی. ما باید خویشتن‌داری بکنیم، صبر بکنیم و محرمات الهی را مرتکب نشویم. صبر بر طاعت و صبر از معصیت، از محارم الهی، محرماتی را که الله متعال بر ما حرام قرار داده، ما باید صبر بکنیم و مبادا که این کارها را انجام بدهیم. یکی دیگر از موارد و 3مین مورد صبر که معمولا مردم فقط این مورد را در نظر دارند، صبر در هنگام مصیبت هست. صبر در هنگام مصیبت. در زندگی طبعاً بر هر انسانی مصیبتی می آید، ناخوشی هایی در دنیا هست. هر کسی در هر حد و منزلتی و در هر جایگاهی که باشد، زندگیش فراز و نشیبه های زیادی را دارد. 1 روزی خوشحال هست، 1 روزی غمگین هست، 1 روزی مال و ثروت دارد، 1 روزی فقیر و تنگدست هست، 1 روزی صحیح و سالم هست، روزی دیگر بیمار و رنجور هست. 1 روزی خوشحال هست که ازدواج کرده، خوشحال می شود که الله متعال به اون فرزندی رو عنایت کرده. 1 روزی دیگر ناراحت هست که عزیزی رو از دست داده. در هنگام مصیبت صبر کردن یکی از انواع صبر هست. پس بنابراین صبر بر 3 نوع و 3 قسم هست. صبر کردن بر انجام عبادت ها، صبر کردن بر ترک گناهان و صبر کردن بر مصیبت ها و مشکلاتی که در زندگی پیش می آید. اینها 3 نوع صبر هستند. و وقتی که در قرآن یا در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما دستور داده شده که صبر بکنیم، یعنی در این 3 زمینه و در این 3 میدان ما باید خویشتن‌داری بکنیم، استقامت بکنیم، پایمردی بکنیم بر عبادت الله و در ترک گناهان و در هنگام مصیبت ها و مشکلات. از نظر
ظاهری هم که نگاه بکنیم، انسانها در هنگام مصیبت و مشکلات به 4 دسته تقسیم می شوند. یک گروهی ناراحتند، ناراضیند از تقدیر الله متعال. ایمان به تقدیر و رضایت به تقدیر یکی از ارکان ایمان هست. برخی از مردم برخلاف دستور الله متعال از تقدیر خودشون ناراضیند. در هنگام مصیبت و در هنگام مشکلات دنیا اظهار نارضایتی می کنند. خود این اظهار نارضایتی و عدم خوشنودی از تقدیر الله متعال و از مصیبتی که بر انسان آمده، گاه می تواند این اعلام نارضایتی با زبان باشد، گاهی وقتی با قلب هست، گاهی وقت با اعضا و جوارح هست. انسان با زبان خودش اعلام نارضایتی می کند در هنگام مصیبت، واویلا می کند و داد و فریاد را می اندازد و گلایمند هست، شکایت می کند از الله متعال که پروردگارا مگر کسی دیگر را ندیدید؟ این چه مصیبتی بود که بر من اومد؟ و از این سری حرفها. این اعلام نارضایتی با زبان هست. بعضی گرچه با قلبشون، گرچه با زبانشون حرفی نمیزنند، اما در قلب ناراحتند. این یک درجه دیگری هست. بعضی از مردم با اعضا و جوارحشون، با دست و پای خودشون اعلام نارضایتی میکنند. در هنگام مصیبت به سر و سینه خود میزنند، موهای خودشان را میکشند، گریبان خودشان را پاره میکنند. تمام اینها جزو نارضایتی از تقدیر الله متعال هست. پس بنابراین این دسته اول از مردم، دسته اول گروهی هستند که رضایت ندارند از تقدیر الله متعال، در هنگام مصیبت ها و مشکلات اعلام نارضایتی می کنند. گروه دوم کسانی هستند که صبر می کنند، نه با زبان، نه با قلب، نه با اعضا و جوارحشون به هیچ عنوان اعلام نارضایتی نمی کنند. صبر می کنند. از قلبشون الله خبر دارد، اما از زبانشون و از جوارحشون، رفتارشون اعلام نارضایتی نمی کنند. گروهی دیگر هستند که در یک مرحله بالاتر هستند. اونهایی که در هنگام مصیبت داد و فریاد می کنند و اعلام نارضایتی می کنند و سر و صورت خود را می زنند. اینها در پایین ترین مرحله هستند. بالاتر از این مرحله کسانی هستند که صبر می کنند. الان صبر می کنند، اما الله از قلبش خبر هست که در قلبش چه آتشی روشن هست. اینها درجه بالاتر هستند. از این یک درجه دیگر داریم که مؤمنان به اون درجه می رسند. کسانی هستند که رضایت دارند به تقدیر الله متعال. هر چیزی که بر اونها بیاید و هر حالتی و هر مصیبتی که بر اونها بیاید، راضی هستند به رضای الله متعال. چون که اینها میدانند که بدون از رضای الله و بدون تقدیر الله و بدون خواست الله متعال هیچ مصیبتی بر اونها نمی آید. و وقتی که مصیبتی آمد، مشکلی آمد، در دردسری افتادند، یعنی این که الله متعال خواسته که این گونه بشود. خب انسان هم راضی هست به رضای الله متعال. این سومین درجه هست. از این هم یک درجه بالاتری رو داریم که درجه شکر هست. این دیگه در واقع کسانی که به بالاترین درجات معنویت و خداشناسی رسیدند، ایمانشون در بالاترین درجه هست، میتونند این احساس رو داشته باشند. فرزندش از دنیا رفته، مالش از بین رفته، مصیبتی بر اون آمده، نه تنها این که حرفی نمیزند، نه تنها این که صبر میکند، نه تنها این که رضایت دارد، بلکه فراتر از این هم شکر میکند الله متعال را. این بالاترین ثواب را دارد.
میدانید که یکی از جاهای شکر و یکی از جاهای الحمدلله گفتن هنگام مصیبت هست. هنگامی که انسان دچار سختی و مشکلاتی شده، سنت هست که ما بگیم الحمدلله علی کل حال. الحمدلله علی کل حال. این دعا رو یاد بگیرید. هر وقتی که زندگی به طبعتون نشد، در مشکلی افتادید، مصیبتی بر سر شما آمد، چه مالی، چه جانی، چه مواردی دیگر، از ته دل بگویید الحمدلله علی کل حال. در پروردگارا ما در هر حالتی سپاسگزار توییم و شکرگزار هستیم. این بالاترین درجه هست. پس بنابراین ما باید صبر را و شکیبایی را آنگونه که الله متعال از ما خواسته و در زمینه هایی که الله متعال از ما طلب کرده که صبر بکنیم باید صبر بکنیم. در زمینه ایستادگی کردن و صبر کردن بر عبادات الله متعال، صبر کردن و مهار کردن نفس در هنگام گناه و معصیت، یعنی گناه و معصیت رو انجام ندهیم، خودمان را کنترل بکنیم، صبر بکنیم، خویشتن‌داری بکنیم که مبادا به گناهی مرتکب بشویم. و صبر دیگر، بالفرض اگر بر ما مصیبتی آمد، مشکلی آمد، در هنگام مصیبت اعلام نارضایتی نکنیم، سعی بکنیم که صابر باشیم، از زبان ما، از دست و اعضا و جوارح ما، از قلب ما اعلام نارضایتی صورت نگیرد، صبر بکنیم. اگر می توانیم به درجه بالاتری برسیم، رضایت داشته باشیم بر این مصیبتی که به ما اومده و از این بالاتر شاکر الله متعال باشیم که پروردگارا ما در هر حالت شاکر هستیم و سپاسگزار تو هستیم. آن کسانی که در تمامی زمینه ها صبر می کنند آنهایی هستند که الله متعال درباره آنها می فرماید که انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. همانا کسانی که صبر می کنند و شکیبایی می کنند الله متعال اجر آنها را و پاداش آنها را در روز قیامت بدون حساب می دهد، یعنی بسیار کامل و صبر و پاداش بسیار عظیمی را الله متعال به این صابران عنایت خواهد کرد. امیدوار هستیم که الله متعال به ما توفیق بدهد که در تمام زمینه ها و در طول زندگی و عمر خودمان انشاءالله صابر باشیم، شکیبا باشیم و در هر حالت راضی باشیم به تقدیر و به سرنوشتی که الله متعال برای ما رقم زده. تا برنامه دیگر شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله.